خانم سم هورن در مقدمه این کتاب می‌نویسه که ابتدا همایشی برای آموزش شیوه ارتباط با چنین افرادی برگزار شده و با تقاضای چشمگیری برای حضور در این همایش روبرو شده. بیشتر مردم از برخورد با افراد دشوار به درماندگی میرسن و نمیدونن واقعا باید چه کاری انجام بدن. سم هورن در کتاب روش برخورد با افراد دشوار می نویسه که هدف تانگ فو این است که به شما نشان دهد چگونه می توانید اعتماد به نفس خود را تقویت کنید تا کسی نتواند با حرفهایش شما را آزار دهد و زمانی که کسی شما را برمی‌انگیزد بتوانید با استفاده از روش‌های مشابه هنرهای رزمی ذهن و زبان خود را تقویت و ماهرانه از خود حمایت کنید. در نتیجه هرگز در برابر افراد پرخاشگر احساس سرخوردگی نخواهید کرد. توجه داشته باش این کتاب صرفاً شیوه رویارویی با رفتارهای ناعادلانه رو به ما نشون نمیده، بلکه به نوعی نقشه راه زندگی به حساب میاد و به ما کمک میکنه که بتونیم با افراد مختلف ارتباط مؤثر برقرار کنیم. درس اول، عصبانیت رو به همدلی تبدیل کن. کلید طلایی کتاب روش برخورد با افراد دشوار. یکی از دلایل ناتوانی افراد مختلف برای برخورد مثبت و درست با افراد دشوار این هستش که نمیتونن قدرت لایتناهی خرد و عقل خودشون رو در مواجهه با این افراد وارد صحنه کنن و به همین خاطر وارد فاز واکنش متقابل میشن و به راحتی از کوره به در میرن. این در حالیه که کتاب روش برخورد با افراد دشوار از ما میخواد که قبل از هر واکنش منفی اول خوب فکر کنیم، بعد زبانمون رو به کار بگیریم. سم هورن توی کتاب تانگ فو به ما میگه که در چنین لحظاتی باید از خودمون بپرسیم من چه احساسی دارم؟ اکثر ما تمام اشتباهات، کارهای نسنجیده، نادرست و خطاها رو زمانی مرتکب میشیم که عقلانیتمون رو به کار نمیگیریم. به همین خاطره که خیلی از بزرگان و ثروتمندان جهان روی مسئله هوش هیجانی تاکید ویژه دارن. ما توی این کتاب میخونیم چطور میتوانی با فکر و دوراندیشی اقدام کنی. با درک این مطلب که وقتی از دست کسی عصبانی هستی، احتمالاً همه چیز را از دید خودت میبینی. برای اینکه مسائل را از دید دیگران ببینی، از عبارت همدلانه من چه احساسی دارم، اگر به جای او بودم چه احساسی داشتم، یا اگر این اتفاق برای من میافتاد چه احساسی داشتم استفاده کن. قدرت این عبارات به قدری است که باعث می شود با تجربه موقعیت طرف مقابل احساس نفرت شدیدت از بین بره. شاید از رفتار دیگران خوشت نیاد، اما عبارت همدلانه کمکت میکنه تا اون رو درک کنی. اگه در برخورد با افراد دشوار بتونیم عصبانیت و خشم خودمون رو به همدلی تبدیل کنیم، اون موقع خواهیم دید که با همین کار ساده میتونیم چه تأثیر خارق‌العاده‌ای روی محیط پیرامونمون بذاریم. درس دوم، سعی کنید جر و بحث‌ها رو به کمک شوخی مدیریت کنید. یکی دیگر از راهکارهای کتاب این هستش که جر و بحث‌های احتمالی رو از طریق شوخی مهار کنیم. فرض کن که مسئله یا سوال خاصی هست که مطرح کردن اون شما رو ناراحت و مضطرب میکنه. یکی از راهکارهای عالی برای چنین مسائل و پرسش‌هایی این هست که یه پاسخ آماده برای اون طراحی کنید تا بتونی بحث رو بدون جر و بحث کردن و به کمک شوخی خاتمه بدی. برای اینکه بتونی به چنین درک و مهارتی برسی، باید اول نقاط ضعف و اصطلاحاً دکمه‌های جوش آوردن خودت رو بشناسی. باید بدونی که چه صحبت‌هایی باعث عصبانیتت میشه. وقتی این دکمه‌ها رو شناختی، برای هر کدوم از اونها یه دونه لطیفه تدارک ببین. مثلا بعضی از آدما دوست ندارن سن خودشون رو به کسی بگن و وقتی کسی سنشون رو میپرسه فوراً دلخور میشن. این در حالیه که این افراد به جای دلخور شدن باید دنبال یه جواب لطیفه وار بگردن. به عنوان مثال این افراد میتونن بگن که 17 و نیم سالشونه.
در کتاب روش برخورد با افراد دشوار جمله زیبایی هست که میگه اگر بتوانی به آن بخندی میتوانی با آن زندگی کنی. مثلا اگه کسی در مورد درآمدت سوال میکنه نیاز نیست که معذب و ناراحت بشی و به اون بگی دوست ندارم در مورد درآمدم حرف بزنم، یا اینکه بگی بهتره وارد حریم خصوصی همدیگه نشیم. در چنین مواقعی میتونی بگیم درآمدم اونقدری هست که بتونم قرض و وامامو پرداخت کنم، یا درآمدم اونقدری نیست که بتونم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم. درس سوم، بسیاری از مواقع سکوت بهترین درمان است. گاهی مواقع افراد فکر میکنن که اگه جواب توهین، تحقیر یا بی‌احترامی دیگران رو ندن اتفاق خاصی میافته و ممکنه طرف مقابل رفتارهای خودش رو بدتر کنه. این در حالیه که سکوت کردن یکی از بهترین واکنشاییه که میتونی به افراد تندخو و بد اخلاق نشون بدی. گاهی مواقع سوالی از ما میپرسن که دوست نداریم جواب بدیم. در چنین مواقعی میتونیم در پاسخ به طرف مقابل سکوت کنیم. توجه داشته باش که به طرف مقابلت نگی دوست ندارم جواب این سوال رو بدم یا من این جواب رو نمیدم. افراد دشوار مثل قلاب ماهیگیری عمل میکنن. اگه به طعمه اونها نوک بزنی دیگه تو رو رها نمیکنن. درس چهارم، کلاً باید یاد بگیری که زندگی رو آسون بگیری. چندی پیش جمله ای از سقراط خوندم که برام واقعاً آموزنده و راهگشا بود. بد نیستش که این جمله رو با شما هم در میون بذارم. سقراط میگه که هنگام به خاک سپردنم بگویید این که زیر خاک میکنید تن سقراط است، نه خود او. ما موجوداتی ابدی و اشرف مخلوقاتیم. به همین خاطر حق نداریم ارزشمون رو در برابر افراد تندخو و دشوار پایین بیاریم و واکنش‌های منفی از خودمون نشون بدیم. گاهی مواقع ما جسم خودمون و این جهان رو به قدری جدی میگیریم که زندگی رو برای خودمون و اطرافیانمون سخت میکنیم. در صورتی که اگه بتونیم خودمون رو به عنوان یه موجودی ابدی باور کنیم قطعاً نگرشمون تغییر میکنه و میتونیم نسبت به تندخویی ها با مدارای بیشتری رفتار کنیم. توی این کتاب یه در واقع نوشته خیلی جالبی از نویسنده شگفتی‌ساز امریکایی نقل شده که میگه شوخ طبعی چیز معرکه‌ای است، نجات بخش است و لحظه‌ای که گل می‌کند آزردگی‌ها و دلخوری‌ها را محو و حال و هوای شادی بخش را جایگزین آن می‌کند. درس پنجم، سعی کن دستور رو به خواهش تبدیل کنی. بعضی از افراد دشوار و تندخو نسبت به دستور شنیدن آلرژی دارن. جالبه بدونی که افراد معمولی و سالم هم تا یه حد مشخصی توان دستور شنیدن دارن. اگر میزان دستورها از این حد مشخص بیشتر بشه ممکنه رابطه‌ای که با ما دارن آسیب ببینه و دیگه به حرفا و دستورای تو توجهی نشون ندن. این در حالیه که اگه جملات دستوری تو به جملات مؤدبانه و مبتنی به خواهش تبدیل کنی متوجه میشه که افراد خیلی راحت‌تر به حرف شما گوش میدن. اگه موفق شدی که با افراد دشوار رابطه درست و مثبت برقرار کنی به هیچ عنوان با جملات امری و دستوری حاصل زحماتی که کشیدی و خراب نکن. با نرمخویی و خواهش کردن میتونی رابطت رو با این افراد حفظ کنی. درس ششم، باید تمام تمرکز خودتون رو روی بهبود خودت بذاری. اگه واقعاً میخوای ارتباط بهتر و مؤثرتری با افراد دشوار برقرار کنی باید تا حد امکان برای بهبود عزت نفس تلاش کنی. خیلی از مواقع ممکنه در مواجهه با افراد دشوار و تندخو ناراحت و حتی عصبانی بشیم و مثل خودش باهاش رفتار کنیم، ولی این کار کاملا اشتباهه و شأن ما رو پایین میاره. ما باید به قدری خودمون رو خوب بدونیم که صحبت‌ها و کنایه‌های دیگران نتونه اعصاب ما رو ضعیف کنه و ما رو به واکنش وابداره.
توی کتاب روش برخورد با افراد دشوار میخونیم هر قدر در مورد خودمون احساس خوشایندتری داشته باشیم، دفعات کمتری مجبور میشویم دیگران را ضربه فنی کنیم تا سربلند به نظر بیاییم. درس هفتم، در برابر میل و قضاوت دیگران با تمام توان مقاومت کنیم. قضاوت پیشهنگام و عجولانه یکی از بدترین آفتهاییه که به جان روابط انسانی افتاده و روابطمون رو یکی پس از دیگری تخریب میکنه. بنجامین فرانکلین یکی از مهمترین بنیانگذاران ایالات متحده با بکارگیری خرد و عقلانیتش به این نتیجه رسید که برای زندگی توأم با آرامش باید تنها در مورد مسائلی حرف بزنه که از اونها اطلاع داره و قضاوت کردن در مورد چیزایی که میبینه رو به طور کامل کنار بذاره. در صورتی که قضاوت از روی ظاهر افراد رو کنار نذاریم و در مورد میل به این نوع قضاوت مقاومت نکنیم، نمیتونیم ارتباط خوب و موثری رو با افراد مختلف برقرار کنیم. یه جمله خیلی زیبا توی این کتاب نوشته که میگه یکی از مهمترین جنبه‌های ارتباطی این هست که انسان بتونه به میل طبیعی قضاوت درباره مردم از روی ظاهر شخص، رفتارش، تجربه شخصی فرد از او و هر نوع درکی که آن شخص دارد غلبه کند. درس هشتم، به وقایع دلخراش به عنوان معلم خود نگاه کنید. یکی از دلایلی که افراد معمولی و عادی رو به افراد دشوار، انعطاف ناپذیر و تندخو تبدیل میکنه مشکلات ناگوار و حوادث تلخی هست که توی زندگی خودشون تجربه میکنن. در صورتی که شما هم چنین تجربیات سختی را از سر گذرانده این، اجازه ندهید که این حوادث همیشه جلوی چشمتان باشد و اوقاتتان را تلخ کنند. سعی کنید این حوادث را به عنوان معلم دلسوز یا تجربه گرانبها ببینید و از خداوند به خاطر چنین تجربیات و آگاهی ارزشمندی سپاسگزار باشید. شاید همین تجربیات در آینده بتوانند کمک بزرگی به شما بکنند و از اشتباه زیادی جلوگیری کنند. کسانی که تجربیات تلخ خودشون رو معلم و آموزگار میدونن در زندگی به فرد بهتری تبدیل میشن. درس نهم، کلمه مدارا را به مهمترین کلمه در ذهن خودتون تبدیل کنید. کسایی که ذهن متعصب و انعطاف ناپذیر دارن همواره در روابطشون با دیگران به مشکل میخورن، چون نمیتونن عقیده‌ای جز عقیده خودشون رو بشنون و روی اون فکر کنن. مطالعات نشون میده که افراد متعصب حتی توانایی تفکر در مورد عقاید دیگران رو هم ندارن و هرچی که به سایر عقاید فکر میکنن به عقاید خودشون وفادارتر میشن. برای اینکه بتونی با افراد دشوار روابط خوب و سازنده‌ای داشته باشی، تلاش کن مدارا کردن رو یاد بگیری تا بتونی به عقاید دیگران گوش بدی و به نظام باورها و اعتقادات دیگران احترام بذاری. اگه به تعصبات افراد دشوار بی احترامی کنی، راه گفتگو و تعامل سازنده رو بستی. کتاب روش برخورد با افراد دشوار که تحت عنوان کتاب تانگ فو هم شناخته میشه، یکی از کتاب‌هایی که واقعا خوندنش ضروریه، چون به هر حال هر کدوم از ما توی هر موقعیت اجتماعی که باشیم کم و بیش با همچین افرادی که تندخوان و دشوارن سر و کار داریم و باید بتونیم ارتباط درست و هوشمندانه‌ای باهاشون برقرار کنیم. خلاقیت در برقراری ارتباط یکی از خصیصه‌های مهم افراد حرفه‌ای و توانمنده. کسایی که دنبال برندسازی شخصیان و میخوان توی زندگی شخصی و کسب و کارشون به موفقیت برسن، باید بتونن با افراد مختلف از جمله افراد دشوار به خوبی ارتباط برقرار کنن. شما از چه روش‌هایی برای برخورد با اینجور افراد استفاده میکنی؟ اصولاً یادگیری شیوه برخورد با همچین آدمایی چه منافع و مزایایی برای ما داره؟ هرچند ممکنه که این افراد به عنوان شخص درجه 1 توی زندگی شما حضور داشته باشن. برام بنویس تو چجوری با این آدم ها رفتار میکنی. پایان.